حالا دقت کردیم بعضی از سنگ‌های گرانیت وقتی خیس میشن خیلی لیز و خطرناک میشن، مخصوصا توی رمپ پارکینگ، حیاط یا روی پله‌ها. مشکل از خود سنگ نیست، مشکل اینه که سطح سنگ بیش از حد صاف و صیقلیه و وقتی آب روش قرار میگیره استحکاکش کم میشه و باعث لیز خوردن میشه. برای حل این مشکل یکی از بهترین روش‌ها فیلمکاری یا آتش کردن گرانیته. توی این روش با استفاده از مشعل‌های مخصوص حرارت کنترل شده روی سطح سنگ اعمال میشه. این حرارت باعث میشه لایه سطحی گرانیت تغییر کنه و یک بافت زبر و طبیعی روی اون ایجاد بشه. این بافت جدید باعث افزایش استحکاک میشه و احتمال سر خوردن روی سنگ رو تا حد زیادی کاهش میده. به همین دلیل فیلمکاری برای رمپ‌ها، حیاط‌ها و پله‌ها، پیاده‌روها و فضاهای پرتردد یکی از بهترین گزینه‌ها محسوب میشه و میتونید با طرح دلخواه اجراش کنید. اگر نیاز به مشاوره یا اجرای فیلمکاری دارید با واتساپ تماس بگیرید.